از نگاه خودم باشد من معیوب نیستم. من معیوب نیستم، برای که معیوب اون نفره هست که من یک مفکوره ناسالم دارد، یک عقیده های پوچ دارد، یک نظرهای خام دارد و من قابلیت حرکت کردن ندارد. یعنی قابلیت حرکت ذهنی. وقتی که انسان ذهنش واقعا سالم است و باید اون انسان خودش معیوب احساس نکنه. بعضی ها شاید فکر کنند که یک نفر معیوب چی مونده است به این کارها، به شعر گفتن و به تجارت کردن و به بلاگ شدن و به دیگر چیز. نه، میدونید من خودم همچون میخوام یک انسان باشم که هم برای موتیواسیون، هم برای نفرای معیوب باشم و هم برای نفرای سالم. سخت است اگر گریه کنی خنده کننده، پاداش همه خوبی تو گنده کننده. یک عمر که از عیب کسان لب نکشودی، به عیب شود وقت که پرونده کننده. از رحم اگر کرده ای یک بار خدایی، این بار به بی‌رحمیشان بنده کننده. امروز اگر عهد وفا سخت ببندی، فردا چو گره سنگ زنان کنده کننده. عشق است فقط آیین ما عشق، بله عشق از عشق مبادا که گریزنده کننده. امروز اگر چند ندیدند بگو مهر، شاید نظر از در آینده کننده.